سلام بچه‌ها، یه تارا می‌بینم، بریم با مالک صحبتی داشته باشیم. آقا سلام، وقتتون بخیر. سلامت باشید. مالک تارا شما این درسته؟ بله. چند تا کار کرده؟ 8800. مدل چنده؟ مدل 401 پارسال. 401. تو این چند تا که کار کرده مشکل خاصی برقی موتوری؟ ببین یه ایراد تا حالا خدایی نداشته، من خیلی راضی ام ازش. میگم فقط فکر میکنم ایرادی که داره از یه ایراد برقی ریزیه که هنوز خودم نفهمیدم. این نمایندگی هم فکر نمیکنم متوجه شده باشه. یکی روی باز و بست دراشه که در به سمت شاگرد یه مقدار حساسیت زیاده، نمیدونم چجوری وقتی مثلا دست که بهش میخوره خود به خود باز و بسته میشه. و یه چیزی هم که داره هشداریه که مال باتری و چراغ هشدار ماشین هی هر از چنگایی میده. بحث هندلینگ و سیستم تعلیق موتور چطوره؟ ماشین چطوریه؟ من رضایت دارم. حالا بعضیا براشون خیلی مهمه شتاب گرفتن، ولی من راضیم. ماشین قبلیتون چی بوده؟ ماشین قبلی 90 بود، خیلی ماشین خوبی بود، اصلا هزینه نداشت، خرج اصلا نداشت. و اینم که الان اومده بودم اینجا یه موتور از پشت زده بود، مجبور بودم یه چراغ تعلیق عقبش رو عوض کنم. اون ال90 رو به خاطر چند سال داشتینش؟ به خاطر چی فروختین؟ 7 سال داشتم، یه ذره دیگه از چیزش خسته شدم، ظاهر داخلش و بیرونش یه ذره چون ساده بود و اینا. این بحث داخلش، این داشبورد و اینا، این نسبت به اون چطوره؟ این از نظرش خیلی بهتر از ال90. از نظر کیفیت قطعات داخلی. آره، آخه ال90 چیزی داخلش چیز ساده ای چیزی نداره اصلا. فضاش هم آخه ال90 کمتره فکر می‌کنم. هم فضای جلوش خیلی خوبه، عقبش خیلی بازتره، مثلا وقتی بچه کوچیک داشته باشیم راحته. جلوش هم داشبوردش و اینا هم دسترسیش راحت‌تره، هم یه ذره شکل شمایلش قشنگ‌تره. فرمون برقی بودنش خیلی همه چی دست خودته، انگار مثلا خیلی راحت در کنترل خودته. با اون حالت چیزی که داره، مثلا ال90 با اینکه مثلا پشت سرت عقبت رو نمیتونستی خوب چیز کنی، دید نداشتی یا بغل، مثلا مخصوصا این گلگیر عقب ال90 پس میگین دیدش خوبه. ولی این چرا هم دیدش هم به خاطر دوربینی که چیز داره، هم یه مقدار به خاطر دینامیک بودنش، جمع و جور بودنش، هم جای پارکینگش راحته. اون دوربین دنده عقب زدین توی بحث آپشنا چه آپشنایی داره؟ مهمترینش نسبت ماشین قبلی هم دارم یه بله دقیقاً. یکی به خاطر همین دوربین عقبشه، اتومات بودنشه و آینه بغلش هم به خاطر اینکه برقی خودش جمع میشه خیلی مزیت خوبی داره. بعد گیربکس اتوماتش تقه نمیزنه، ضربه نمیزنه، خوب عوض میکنه. تا الان همه چی خیلی خوب بود و دنده عوض کرده. مثلا بعضی ماشین میگن گیجن و اینا، ولی نبوده. اوکی، ان شاءالله که ماشین خوبی باشه براتون، چرخش به چرخه. خیلی ممنون، لطف کردید.